جمع کده رایستم چادرم جمع کنم با یک شهر دیگه فرانسه میرم بخیر. بچه ها دیگه چادر جمع کرد نیره تحویل بیتم. از بس که پاریس زیبا بود کاغذ برشان تحویل بیتم. یک شای اضافه خوشیدی زیاد قیمت گرفت 28 روپیه گرفت. زیادی قیجه قدر خراب است که بچه ها بوسه پیدا کردم. سلام علیکم بچه ها، صبحتون بخیر. امروز دیگه وسایل را جمع کرده رایستم چادرم جمع کنم بخیر. انشالله یک شهر دیگه فرانسه میرم بخیر. یک تیکت خیلی ارزان پیدا کردم دیگه او را گرفتم زود کده که تقریبا 17 سال راست میشه که ترین رفت. ترین خیلی قیمت بود از خاطر اتوبوس میرم بخیر. انشالله خیلی یک شهر تایتی است. چادر جمع کردم باید اینی را اول بیتم دفتر یک 16 کیلو میاد دیگه. فقط همین بایک ما کل چیز ما داخلش هست. خیلی سنگین است آخر است ولی کار کنیم دیگه آسان نیست دیگه. شاد خورم باشین دیگه. این رقم رفته رایستم اون دوجا دفترش هست. یک شو اضافه خواهد شدم دیگه. بریم ببینیم که پیسه میگیره یا نمیگیره. اگر هم گرفت میتیم پیسیش هم میتیم. هیچ گپ نیست. خدا یارش ایجا خوب بود. دوش داشت ایجا کل چیز داشت دیگه. فقط برق نداشت. برق از ایجا تلفن ها را ایجا چارج میکردیم. این ایدم دیگه کمپین است. این رستوران شستیدم. این رستوران شستیدم میتونین بشینین نان بخورین. یک دوش گرفتم تایت. خدا تایت آماده کردم دیگه. یک شهر دیگه را آماده کردم خدا. اینجا باید دفترش شویم دیگه. ویدیو نمیگیریم. اینجا هست میریم داخل. از بس که پاریس زیبا بود یک شب اضافه ماندیم و پیسه گرفت رفتم. را میخواستم کاغذ برشان تحویل بیتم. گفتی یک شب اضافه خوشیدی. گفتم پرداخت میکنیم چی کار کنیم دیگه پرداخت کردیم. زیاد قیمت گرفت 28 روپیه گرفت. در پاریس دیگه 28 روپیه ارزش داره. و طلایج خیلی قیمت هستن. حال رفته رایستی می طرف میرم داخل شهر تیر شد امو رقم در چیز باید برم اسکای های بوس برم. از اونجا دیگه بخیر میریم دیگه. اونجا یک دانه کمپین پیدا کنیم باید اونجا کمپین کنیم. لیتس گو. از اونجا باید تیر شم. چراغم سرخ شد دیگه. سفر ادامه داره. این همینجا منتظر اتوبوس ششتم. اتوبوس بیا 244 کدی میریم داخل شهر. از داخل شهر همون رقم تیر شده میریم بوسبانو بخیر. آمدم اینجا پیاده شدم همراه ای بوس میرم سمت شهر میرم. از داخل شهر همون رقم تیر شده گفتگی ماری سمت بوسبانو میریم. کلگی که است در کار زندگی خودشان مصروف هستن. ما که هستیم فقط آواره دنیا هستیم. آواره بودیم از خورترکی آواره بودیم تا هنوز. هیچ جای دنیا آرامش نمیده غیر از تن خود ما. و تن خود ما هم که دارین میبینین حاجت گفتن نیست. انشالله یک روز سرتاسر افغانستان آرامی بیایه. کلگی در حقوقش برسه. هر قومی که هست از هر مذهبی هست کلگیشان به آزادی خود برشان بتن. بعضی که دنیا 4 روزه است. خدا از بالای سر است قضاوت میکنه کدام دین بهتر است کدام دین بهتر نیست. ما که 100% میفهمیم این اسلام که بهترین دین است. آنمو است که ما چیز میکنیم. این کاکا چی میکنیم؟ Yes bro. Yes. I'm from Afghanistan. Welcome in Paris. Thank you. All country with this. Yes. Yeah. Wow, چوس. اینجا کاکا کار میکنه صدا کرد. دیگه ما افغان هستیم. جای بریم افغانیت خود حفظ میکنیم انشالله. بخیر در هر شرایط باشه فرق نمیکنه. ما افغان هستیم. خوب است یا بد است فرق نمیکنه. از هویت ما تیر نمیشیم. از دین ما تیر نمیشیم. این همین دین ماست. این همین هویت ماست. همین اومدیم در دنیا که تعمیرم میریم. حالا تغییرش هم داده نمیتونی. تغییرش هم بدی. کل جای کل دینا کل دنیا خودش قانونای خود داره. باز که دین خودمون دین ما که است. قومیت ما که است. افغانیت ما که است. افتخار ماست. دفتر هستیم دیگه در پایین دیگه میریم همین رقم. یعنی دیگه برج ایفل است دیگه. سعی کنین روزا چه رقم می باشه. روز که است که این رقم است دیگه. انسان ها دیگه عکس میگیرن. از شب هم ما برای شما ویدیو گرفتیم. شب که است خیلی انسان ها اینجا که است که انسان ها پر میشن. شب خوب است. شب بازی برج ایفل هم روشن میشه. این رقم میریم. میتونین قشنگ ببینین. یعنی اینجا میتونین یگان چیزا میتونین خریدن.
این طرف هم انسان ها زیاد است. این همی رقم میریم. انسان ها زیاد است. انسان ها عکس میگیره اینجا خیلی زیاد. خیلی هوا گرم است فعلا. اینجا کاکا اینا را سودا میکنه. وقتی که آمد زود که فرار میکنه. اینا آینه کاسته نو ده نو مرسی. دیگه ای طرف انسان ها شیشتن. این طرف گلکاست. اینجا هم چیز هستک. اگر ببینین اینجا دیگه شاری خوبی هستک. یعنی اتوبوس ها که هستک تا ساعت های 2 بجه شما را میتونه این طرف ببره. میتو میریم بالا این رقم میریم. یعنی دیگه آب چیز دریای پاریس است. اینجا موزیک میخونن. از اینجا میشینن عکس میگیرن. این دیگه برج دیگه. این طرف گفتم کشتی هستک میتونن شما را این طرف ببرن. این طرف هم کشتی هستک. ما و شما این رقم میریم. در اون طرف که یک دانه پارک است. در اون طرف هم یک چکر میزنیم. باز چیز هستیم سرخ شوم. این از اینجا تیر میشیم. اینجا خیلی انسان ها زیاد است. اینجا پلیس ها هستن. پلیس ها ایستاده است. امنیت اینجا را میگیرن. این طرف میره داخل شهر پاریس دیگه. ما این طرف میریم. اینجا کاکا هست. اینجا چیزا سودا میکنن. 4 و 5 تا اینجا هست. دی تو دیگه میریم پایین. اینا دیگه یک رو پس بکساس اینجا میتونی خریدن. هر تمیزیش یعنی پشت دیده دست است. ای بالا تا او بالا میتونین شده دیگه. از اینجا ویدیو میگیرین یا که میتونین از او بالا کل شهر پاریس ببینین دیگه. این دایی جواب هستک. از اینجا آسانسور است که تا آسانسور میریم بالا. بعد دیگه میرین تا اونو آخر پارک است. باز که شب شد این دایی پارک ها میشنن روی کلگشان اون طرف است دیگه. دایی طرف سنگ میکنن شیشته میشنن. مثلا یکم نوشیدنی می نوشن. حتی یکم تاش میان اینجا نان میخورن. با خیال راحت میشینن. همین دقیقه هم شیشتن انسان ها. هوا ذره گرم است. بازم آمدن اینجا انسان ها شیشتن ذره رسن میکنن. Hello, alles gut? Where are you from? داخل پارک ها که هست اینجا هم انسان ها زیاد میشینن. سایه است. اینجا هفته وقت مکسشون نمیگیرن. باز میرن اونجا یک ذره زیر سایه میرن. باز این طرف هست. این طرف هم میشینن انسان ها شیشتن. ما شما دو پایین میریم ببینیم دو پایین چی هست. میریم تیر میشیم میریم اون پایین. کوچه های پاریس اک رفتم اون طرف ها را این طرف ها را و یک جایی که
لباس، عطر، چیزا را مثلا کفش چیزا را اونجا جای خرید فروششان رفتم، از اونجا برای شما ویدیو هم گرفتم، میتونید ویدیو رو هم ببینین. ولی اونجا قیمت هم است، ولی جای خیلی قشنگی هم است. اونجا مثلا برای دختر خانم ها خصوصا بایکای هست خیلی قیمت است، یعنی نفر مارک کل دکان او دکان ها مارک است دیگه. اون مارک داخل دکان به نظرم روزی یک دانه دو دانه شاید مشتری شوه، ولی اونم یک دانه دو دانه مشتری شوه بر اونا کافی است، میتونن از اونجا پیسه‌شون بکشن. خیلی قیمتی است اونا، ولی کسب کارشون خوب است دیگه. ولی پیسه دارا زیاد میاد اینجا. کسایی که پیسه دار هستن میان اینجا فقط خاطر خرید میان، صرف به خاطر اینکه چیز پاریس باشه، نام پاریس نوشته باشه. دیگه پیسه دار است دیگه، پیسه زیاد هستن چیکار کردنشون نمیفهمن. در یک بایک 4000 5000 یورو 20000 100000 یورو را میتن. اما یک دانه نمی بایک 10 روپه 15 روپه است که نمی رشاد میسازه. که تمی راحت هستیم، غریب هستیم، دنبال چیز نیستیم که پیسه دار شویم یا بایکایی یا که موترهای لوکس داشته باشیم. در فکر اینا نیستیم مکه جان. ما که هستیم همه آرامشی برای ما خداوند آرامشی خوب بده، آرامشی بده که وابسته در هیچ چیز نباشه. این همی کل چیز است برای ما، کل نعمت است دیگه، نمی خودش پادشاهی است. تنها چیزی که انسان آرامش میده وابسته بر هیچ نباشه، آرامش میده خداوند. خیلی بهترین است. دیگه آمدیم این طرف، دیگه طرف ها مردم زیاد نیست، هوا زیاد گرم است. از این طرف باید برم بوسه بگیرم، دیگه برم سمت بانوف، بوس بانوف برم، دیگه سمت مترو رفته رایستم. در این کوچه سر خوردم، بیچاره میتونم شما ویدیوش بگیرم. اینجا دیگه کلچگک های خیلی تایت است دیگه، براتون 2 دقیقه جور میکنم. اینجا رسامی میکنه، کاکا را رسامی کرده رئیس. چیزون با چشم شدیم خنده میکنه، کتا آدم چشته در اینجا. یک دانه عکس بگیرم بند کده دیوالت. M6 هم باید بگیرم، M6 بگیرم باید برم. از اینجا داخل میشیم یا از اون طرف داخل میشیم، داخل مترو میشیم. از اینجا یک دانه باید یک دانه تیکت بخریم، ببینیم یک دانه تیکت چند رفت است. یک دانه تیکت گرفتم، نی استک 2.50 سنت، ارزان است، خوب است. میتونی شما کتی مای کارت از اول داشتم وقت داخل پاریس کشیدم، این کارت گرفتیم، کارت خودش قیمتش 2.50 است. باز میتونی را چارج کنین، یک روز با مثلا 12 روپیه میگیره. اگر فقط میخواین اگر تا یک منطقه را برین، یک مترو اگر میخواین داخل شوین 2.50 است. این حال میریم داخل، از اینجا میریم بخیر. پرسان کردم اینی را رقم میزنین، میرین تیر میشین این طرف، از اینجا تیر میشین دیگه. قانون جور کده که تا اول میگه پرداخت کو، بعد میتونی داخل مترو شوی. در هر مترویی که میخواین داخل شوین این تو یک چیز داره که باید اول پرداخت کنیم. بریم پیدا کنیم که کدام بوس میره. دیاره برای شما کوتاه میگیرم به خاطر که خسته کننده برای شما نشوه دیگه. در فکر شما را مستم. از اینجا ما از این طرف میرم، این دیگه طرف میره، ما باید از این طرف برم، این دیگه باید برم دیگه. سوق آمد دیگه، کتی سوق میریم دیگه. پیاده شدم دیگه. از داخل ترین برای شما ویدیو نگرفتم به خاطر اینکه مزاحمت کسایی که در ترین هستن مزاحمتش نشوم، گفته ویدیو نگرفتم برای شما. از اینکه میفهمین دیگه داخلای ترین طرف است. از اینجا باید برایم بیرون، از اینجا میبرایم. بچه ها بوس آمده رایست دیگه. وضعیتی قیجه قدر خراب است که به نظرم یک 10-15 دقیقه بعد دیگه سفر ما دیگه ادامه دارم. بچه ها بوس پیدا کردم، اینه دیگه رفته رایستم. مراقبه که خودتان باشین دیگه. ویدیو رو همیشه ختم میکنیم دیگه. دوستتان دارم، خداحافظتان.